واکنش وزارت دفاع به انتقال 7 چرخبال از ازبکستان به امریکا. سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع در واکنش به انتقال 7 چرخبال انتقال شده به امریکا گفته که انتقال چرخبالها به هر دلیل به امریکا برای امارت اسلامی قابل پذیرش نیست. وزارت دفاع تایید کرده که این چرخبالها متعلق به افغانستان هستند و کشورهای همسایه باید به حق افغانها احترام داشته باشند. این وزارت در اعلامیه از امریکا خواسته که در روند انتقال این چرخبالها به افغانستان مانع ایجاد نکنند و تمامی چرخبالها را به افغانها تسلیم دهند.